سلام به شما دوستان و همراهان عزیزم. سلام، در خدمت شما هستم با مراقبه شماره 1 از چله جذب فراوانی. در یه جای راحت نشستی یا درازکش، خودت رو رها کن، چشمات رو ببند، توجهت رو بیار بر مرکز پیشانی، چند تا نفس عمیق بکش، آرامش رو جذب و دریافت کن. جاریه. فراوانی و برکت همیشه بر شما جاریه. به یاد داشته باش که لازمه فراوانی رو از فرشتگان الهی درخواست کنی و با سپاسگزاری فراوانی رو جذب کنی. پس توجهت رو بیار بر قلبت، لحظاتی آگاهانه و عاشقانه با تمام وجودت این درخواست قدرتمند رو تکرار کن. سپاسگزارم فرشتگان الهی، سپاسگزارم که به ما کمک می‌کنید تا خالق فراوانی ها رو به خوبی بشناسیم و در دریای فراوانی ها زندگی کنیم. سپاسگزارم فرشتگان الهی، سپاسگزارم که به ما کمک می‌کنید تا خالق فراوانی ها رو به خوبی بشناسیم و در دریای فراوانی ها زندگی کنیم. سپاسگزارم فرشتگان الهی، سپاسگزارم که به ما کمک می‌کنید تا خالق فراوانی ها رو به خوبی بشناسیم و در دریای فراوانی ها زندگی کنیم. تکرار کن. جاریه. فراوانی و برکت همیشه بر شما جاریه. توجهت رو بیار بر قلبت، لحظاتی آگاهانه و عاشقانه با هر 7 کالبدت این عبارت قدرتمند رو تکرار کن. ممنونم فرشتگان فراوانی، ممنونم که همواره فراوانی پول و امکانات رو بر ما جاری می‌کنید. ممنونم فرشتگان فراوانی، ممنونم که همواره فراوانی پول و امکانات رو بر ما جاری می‌کنید. ممنونم فرشتگان فراوانی، ممنونم که همواره فراوانی پول و امکانات رو بر ما جاری می‌کنید. تکرار کن.
جاری. فراوانی و برکت همیشه بر شما جاری. توجهت رو بیار بر ذهنت، لحظاتی خودت رو در فراوانی تجسم و احساس کن و از اون لذت ببر. جاری. فراوانی و برکت همیشه بر شما جاری. ممنونم از شما برای حضور و همراهیتون در این چله. ممنونم. فراوانی پول و امکانات همواره بر شما و عزیزانتون جاری باد. دوستتون دارم. آگاهانه و عاشقانه دوستتون دارم. هر وقت دوست داشتی با چند تا نفس عمیق چشمات رو باز کن. کار و زندگیتون سرشار از فراوانی.